و سلم بعد از اعتراف و اقرار با این که نیست هیچ معبود لایق عبادت و پرستش بجز الله سبحانه و تعالی و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پیغمبر و فرستاده او می باشد، دومین چیزی از ما خواسته می شود همان نماز است و رکن دوم اسلام هم صلات و یا نماز می باشد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید الفرق بین المسلم و الکافر ترک الصلات. فرق میان کافر و مسلمان در حقیقت نخواندن نماز و یا ترک نماز می باشد. و الله متعال در سوره عنکبوت آیه 45 می فرماید و اقیموا الصلاة ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. نماز را برپا دارید، به خاطر اینکه نماز انسان را از کارهای ناپسند دور می کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید الصلاة عماد الدین، نماز ستون دین است. فمن اقامها فقط اقام الدین، هر کس نماز را قائم کرد در حقیقت دین را قائم کرده. فمن هدمها فقط هدم الدین، و هر کسی نماز را ترک کرد در حقیقت دین را ترک کرده است. اگر ما نماز را قائم بکنیم دوستان عزیز، همیشه نماز را برپا داریم، در حقیقت یک مسلمان واقعی و ما مکلف هستیم که معنی و مفهوم نماز را بدانیم. اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم می گفتند که ما به هیچ عمل یک شخص را، یک مسلمان را کافر خطاب نمی کردیم تا زمانی که این شخص را می دیدیم که نماز را ترک کرده و برای از او می گفتیم این شخص کافر شده، نماز را ترک کرده. و دوستان عزیز، نماز در حقیقت مناجات با الله است. هر کسی که نماز را بخواند الله متعال او را از کارهای ناپسند دور می کند. وعده الله است، وعده الله حق است. برادران مسلمانم، این ضرور نیست، این لازم نیست که شما بگویی من امی که با تذکره مسلمان شدم، در تذکره مسلمان نوشته شده امی کافی است. اینطور نیست. رسول الله فرمود که الفرق بین المسلم و الکافر ترک الصلاة. گفت فرق بین مسلمان و کافر نخواندن نماز است، نگفت که نداشتن تذکره است، نگفت که نام در تذکره نوشته نیست مسلمان نیست. یه طور نگفت رسول الله. پس ما باید معنی و مفهوم نماز را بدانیم. بعضی علما میگن که نماز به معنی تجلیل و تعظیم است، یعنی کسی که نماز را برپا میکند در حقیقت تجلیل و تعظیم ذات بزرگی را میکند که رب العالمین است. و بعضی علما میفرماید که صلات از صله گرفته شده به معنی پیوست میباشد، یعنی یک انسان زمانی که با الله متعال نماز را برپا میکند، نماز را میخواند، زمانی که الله اکبر میگوید، رابطه ازی در حقیقت چی میشد؟ با الله بسته میشد، در داخل ارتباط هست. زمانی که میگوید الحمدلله رب العالمین، تمام خوبی ها و تمام صفت ها فقط برای الله متعال است که رب العالمین است، پروردگار تمام عالمیان است. معنی و مفهوم نماز خیلی مهم است عزیزان. اگر می خواهید که واقعا که نماز شما را از عملهای ناپسند دور بکند، ضرور است که معنی و مفهوم از را بدانید. همین که الله اکبر میگی باید بدانید که من چی گفتم.
همی که تو الحمدلله رب العالمین میگی باید بدانی که چی گفتم. همی که میگی الرحمن الرحیم بسیار بخشاینده و نهایت مهربان است، باید درست اینها را بدانی. و مالک یوم الدین که میگه مالک یوم الدین، مالک روز جزا، باید این را بدانی. زمانی که تو بدانی در قلبت تصدیق کنی که مالک یوم الدین، هیچگاه تو عملهای ناپسند را انجام نمیدی. و ای که تو وعده میتی در سوره فاتحه ایاک نعبد و ایاک نستعین، هیچگاه تو باز پیش جنده و گنده و لته و زیارتا و فلان و فلان نمیری، از او کمک نمیخوایی، فقط از الله کمک میخوایی، فقط الله را عبادت میکنی. عبادت مثل صوفیا و پیرا و اینها یکی دیگر را عبادت نمیکنی. و نماز است که از تمام عملهای زشت ما و شما را دور میکند. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سوره زاریات آیه 56. الله متعال می فرماید ما خلق کردیم انسانها و جنیات را فقط به خاطر عبادت، نه به خاطر این که شب و روز اینها در حرام انجام شود، صورت بگیرد. ما به این خلق نشدیم که عبادت الله را ترک بکنیم، شب و روز خود در موسیقی و غنا و رقص و پایکوبی و شراب و قمار و لواطت و بچه بازی و فلان بگذرانیم. خلق شدیم عبادت الله را بکنیم. خلق شدیم برای یک دیگر مهربان باشیم. خلق شدیم در روی زمین بهترین انسان باشیم. چیزی را که الله متعال حلال گفته استفاده میکنیم، چیزی را که حرام گفت دوری میکنیم. و افسوس بر جوانان میخورم برایش میگویی فلان محفل معصیت است، در اونجا زیاد حرام انجام میشه، در اینجا اشتراک نکو. میگه دوستایم قهر میشه، دوستایم خفه میشه. برایش بگو اینجا محفل شراب و موسیقی و امثال هم است، محفل رقص است، اونجا نرو. میگه اگر نروم باز دوستایم چطور میشه؟ دوستایم تو با دوستایت ایمان آوردی یا با الله؟ تو با موسیقی و امثال هم معاذ الله ایمان آوردی یا با الله؟ پس الله حرام گفت، حرام خرد و بزرگ نداره، حرام است دیگه. همانطوری که شراب و قمار و زنا و امثال هم حرام است، همونطور رقص و موسیقی هم الله حرام کرده. هم الله متعال گفته حرام است، هم رسول الله گفته. پس اگر واقعا مسلمان باشیم قبول میکنیم، کوشش میکنیم که از این عملهای زشت دوری کنیم. و نماز است که از همین چیزها انسان دور میکنه. و هر کس نماز درست بخونه، عبادت درست معنی و مفهومش بدونه. 3 اصل در عبادت لازم و ضروری است که اولش محبت است، که باید با محبت درست رکوع، سجده و قیام و اینها را انجام بدی با اخلاص. و ترس است، تو باید ترس داشته باشی که ما شاید امی سلام را یا دور بتون میادم سر نماز خواندن وفات کنم، در مقابل الله چی بگویم؟ ترس داشته باشی از الله. و امید است، امید داشته باشی که ما با وجودی که همه این گناه ها را انجام دادیم، الله سبحانه و تعالی ما را مورد رحمت خود قرار میده. با همین نمازی که میخونم، با همین عبادت های درستی که انجام میدهم، با همین عمل های خوبی که انجام میدهم، حتما الله متعال مرا میبخشه. امید داشته باشی. پس باز شیرینی عبادت را تو حتما میبینی. واقعا این عبادت انسان از عمل های زشت دور میکنه. کدام عبادت؟ عبادتی که تو اینطور فکر بکنی که نماز را که اقامه میکنی با الله سبحانه و تعالی چی میکنم؟ صحبت میکنم، حرف میزنم. زمانی که یک شخص این را بدانه که من در نماز خواندن با الله متعال سخن میگویم، آیا این عملهای زشت انجام میده؟ الله متعال در سوره مائده آیه اول میفرماید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای کسانی ایمان آورده اید با عهد و پیمانتان وفا کنید.
ما عهد و پیمان میکنیم با الله متعال که تنها تو را عبادت میکنم و تنها از تو کمک میخوایم. پس لازم نیست که همیشه در کارهای حرام اشتراک بکنیم، در محفل های حرام اشتراک بکنیم.